پرونده جنایتی با ماده 102 قسم 1 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان نسبت مرد 27 ساله ساکن نوع اسپیتامین آغاز کرده شده است. گمان بر شونده شام 7 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 20:00 دقیقه در زمین‌های حدود جماعت دیوت سربند نوع مذکور با مقصد قصد رسانیدن ضرر وزنین به سلامتی با مرد 26 ساله ساکن همین نوع جنگ و جنجال نموده با مشت 2-3 مرتبه به قسمت سر و رویش زده است. در نتیجه جبر دیده ژرات‌های وزنین جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. 18 سپتامبر سال 2023 تقریبا ساعت 11:00 دقیقه راننده автомашین طبقه اوپل استرا امامتوف محمد سال تولدش 1994 ساکن شهر کولوب هنگام حرکت از سمت محله سفروف به سمت محله چپایف هنگام رسیدن در کوچه چپایف از عهده دوره واسطه نقلیات نبرآمده طفل خردسال حیدروف سید عبدالله سال تولدش 2021 ساکن شهر مذکور را پخش نموده است. در نتیجه خردسال حیدروف ژرات‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخلی یک در نوع شومنصور با عریضه مرد 50 ساله ساکن نوع مذکور مراجعت نموده است که 11 نوامبر سال 2022 مرد 50 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش درآمده از او 235,000 سومانی برای گرفتن قرار درباره استفاده زمین در شهر وحدت گرفته مبلغ به دست آورده‌اش را به منفعت شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.